سلام، خیلی خوش اومدید. امروز قراره در مورد یه ایده فوق‌العاده قدرتمند صحبت کنیم. یه چیزی که میتونه کل مسیر موفقیت شما رو از این رو به اون رو کنه. تمرکز روی عمق به جای عرض. خب، بذارید با یه سوال شروع کنم. تا حالا این حس بهتون دست داده که انگار دارید همزمان دنبال 1000 تا خرگوش میدوید؟ یعنی مدام در حال یادگیری مهارت جدیدید، از این دوره به اون دوره میرید، دنبال فرصت‌های بیشمار، ولی تهش حس میکنید که به هیچ کدومشون واقعا نرسیدید. میدونید این یه حس خیلی آشنا برای خیلی از ماهاست. این جستجوی بیپایان برای چیز بعدی، مهارت بعدی، دوره بعدی، فرصت بعدی. باعث میشه انرژیمون کاملا پخش و پلا بشه و خب نتیجهش اینه که هیچ وقت توی یه زمینه به اون تسلطی که دلمون میخواد نمیرسیم. انگار که داریم یه اقیانوس رو با عمق 1 سانتیمتر میکنیم. فایده ای نداره نه؟ اما حالا بیایید یه لحظه زاویه دیدمون رو عوض کنیم. چی میشه اگه راز واقعی موفقیت انجام دادن کارهای بیشتر نباشه؟ چی میشه اگه کلید اصلی انجام دادن فقط یک کار اما به شکل عالی باشه؟ یعنی به جای اضافه کردن کم کنیم و عمیق بشیم. این دقیقاً همون چیزیه که میخوایم امروز بازش کنیم. خب ببینید 2 تا مسیر اصلی جلوی ماست. از یه طرف ارز رو داریم. یعنی چی؟ یعنی همه فن حریف بودن. یکم از این، یکم از اون، کلی مهارت نصف و نیمه. نتیجهش هم میشه آدمی که از هر دری سخنی بلده ولی تو هیچ کدوم عمیق نیست. از طرف دیگه عمق رو داریم. یعنی متخصص شدن، یعنی تمام انرژی و تمرکزت رو میذاری روی یک مسیر تا توش بهترین بشی و نتیجه شما تبدیل به یه خبره میشید. این 2 تا مسیر خب زمین تا آسمون با هم فرق دارن. پس اگه بخوایم یه تعریف ساده و خودمونی ازش داشته باشیم، عمق به جای ارز، یعنی اینکه ارزش واقعی رو وقتی خلق می‌کنی که روی یک مهارت اونقدر عمیق بشی که بهش مسلط بشی، استاد بشی. میدونید این دقیقاً نقطه مقابل اینه که از هر چیزی یه نوک پا بدونی. خیلی خوب، حالا بریم سراغ این که اصلا چرا تخصص و عمیق شدن اینقدر مهم و ارزش داره. این یه سوال واقعاً کلیدیه نه؟ چرا دنیا، چرا بازار کار اینقدر برای تخصص و عمیق بودن ارزش قائله، اما برای کسی که از هر چیزی یه ذره بلده نه؟ اصلا چرا یه متخصص تقریباً همیشه از یه آدم همه فن حریف و موفق تره؟ جواب توی این جمله نهفته است. بازار دنبال آدمای نیست که از هر چیزی یکم بدونن. بازار دنبال متخصص هاست. یه لحظه فکر کنید. وقتی ماشینتون خراب میشه میرید پیش کسی که یه چیزایی از مکانیکی سر در میاره یا میرید پیش بهترین مکانیک شهر؟ وقتی به یه وکیل نیاز دارید چی؟ معلومه که دنبال متخصص میگردید. بازار کار هم دقیقاً همینه. و اینجاست که جادوی واقعی اتفاق میفته. وقتی شما متخصص میشید بازی کاملا برعکس میشه. دیگه شما دنبال فرصت ها نمیدوید، این فرصت ها هستن که دنبال شما میگردن. وقتی توی یه زمینه بهترین باشی دیگه لازم نیست دنبال کار بگردی. این کار و مشتری ها هستن که تو رو پیدا میکنن. تو تبدیل میشی به یه آهنربای قوی برای جذب بهترین پروژه ها. بذارید یه مثال خیلی ملموس بزنم. فرض کنید امروز تصمیم میگیرید که یه طراح گرافیک بشید. به جای اینکه همزمان سعی کنید کدنویسی و بازاریابی هم یاد بگیرید، فقط و فقط روی طراحی تمرکز میکنید. هر روز حتی شده نیم ساعت براش وقت میذارید. میدونید بعد از 1 سال چی میشه؟ شما دیگه یه مبتدی نیستید، یه طراح حرفه‌ای هستید. و توی آینده چی؟ بهترین شرکت‌ها و پروژه‌ها خودشون میان سراغتون، چون آوازه تخصص شما همه جا پیچیده. و خب پاداش‌های این همه تمرکز چی هستن؟ اول از همه ثروت واقعی، چون متخصصا درآمد بیشتری دارن. دوم، یه اعتماد به نفس فوق‌العاده قوی. وقتی میدونی توی کارت بهترینی دیگه کسی نمیتونه تکونت بده. و سوم، شما تبدیل به یه مذاکره کننده ماهر میشید. درست مثل اون فروشنده‌ای که انقدر روی کارش تمرکز کرده که دیگه هیچ کس نمیتونه بهش نبگه. خب تا اینجا از خوبیاش گفتیم، اما اگه این مسیر رو انتخاب نکنیم چی؟ بریم سراغ اون اشتباه بزرگی که خیلی‌ها مرتکب میشن. فکر میکنید بزرگترین اشتباهی که اکثر آدم‌ها توی مسیر شغلیشون انجام میدن چیه؟ اون یه تله خیلی رایج که جلوی موفقیت واقعیشون رو میگیره. جوابش خیلی ساده است. یادگیری همه چیز به صورت نصفه و نیمه. همین. این بزرگترین مانع موفقیته. اینکه از این شاخه به اون شاخه بپریم و هیچ وقت ریشه هامون رو توی یه زمینه عمیق نکنیم.
و نتیجهش چی میشه؟ فاجعه است. شما هیچ وقت، تکرار میکنم، هیچ وقت توی هیچ زمینه یه متخصص واقعی نمیشید. اون اعتبار و ارزشی که یه متخصص داره رو هیچ وقت به دست نمیارید. و آیندهتون همیشه توی یه حاله از ابهام باقی میمونه، چون هیچ وقت توی یه چیز بهترین نبودید. اما خبر خوب اینه که هیچ وقت برای شروع دیر نیست. پس بیایید ببینیم مسیر درست برای شما چیه و چطور میشه از همین امروز شروعش کرد. ببینید، کل حرف ما رو میشه توی این یک جمله خلاصه کرد. یک مهارت رو انتخاب کن، توش عمیق شو و آیندت رو بساز. این فقط یه شعار قشنگ نیست. این یه استراتژی کاملا عملی و تضمین شده است. یک مهارت، عمق و ساختن آینده. خب پس راهکار چیه؟ فوق‌العاده ساده است. فقط 3 قدم. قدم اول، یک مهارت رو انتخاب کنید. فقط یکی، نه دوتا، نه سه تا، فقط یکی. قدم دوم، تمام وجودتون رو بذارید برای عمیق شدن توی همون مهارت. و قدم سوم، بشینید و تماشا کنید که چطور آیندهتون بر اساس همین تخصص ساخته میشه. و مهمترین نکته اینه، باید از همین امروز شروع کنید. فردا دیره. هر روزی که این تصمیم رو به تعویق بندازید، یه روز از ساختن آینده درخشانتون عقب افتادید. پس سوال آخر من از شما اینه، آماده اید که یک مسیر رو انتخاب کنید و توش بهترین ها بشید؟ اگر این ویدیو برات مفید بود، حتما لایک کن و نظرت رو برام بنویس.